پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده هر مسلمانی که به مسجد بیاید به نیت ازی که ما به مسلمان ها دین یاد میدم، مثلا علما به مسجد میان، ائمه مسجد به مسجد میان، یا مقتدیا به مسجد میآیند به نیت ازی که من از ملا یک چیزی را یاد بگیرم، یک آیه قرآن یاد بگیرم، مفهوم و ترجمه یک حدیث یاد بگیرم. رسول الله صلی الله علیه و فرموده الله متعال به بنده اجر ثواب یک حج قبول شده را عطا میکنه. علامه عبدالرحمن ابن جوزی در جای قرار بود که صحبت کنن، 3 روز پیش مسلمان ها می رفتن، 3 روز پیش. ولی امروز ما چه وقت میاییم؟ وقتی 1 دقیقه بعد اقامه را باز با میاییم. و مسلمان ها کوشش میکردن که درس های قرآن، درس های حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را با وجودشان رنگین کنن. حضرت ابودردا وقتی که در دمشق درس قرآن میداد 16,000 نفر در حلقه درسشان بودند. امام بخاری رحمت الله علیه وقتی که درس حدیث میدادند در حلقه درسشان 90,000 نفر شریک بود. حضرت علی ابن عاصم وقتی که در کنار دارالخلافت معتصم بالله حلقه درس حدیث را دایر میکردند 120,000 مسلمان در حلقه شرکت داشت. چرا؟ میفهمیدن که نشستند حلقه درس قرآن چی پاداشی داره، چی جایزه ای را داره. چون وقتی که مسلمان در حلقه درس قرآن میشینه، در حلقه درس حدیث مینشینه، الله فرمان میده غشوهم رحمتهم جلسا لا یشقا بهم جلیسهم. الله فرمان میده بندگان مرا به رحمت ما بپوشانید و کسی که در کنار این بندگانم نشسته او شقی و بدبخت نیست. یکی از نشانه های سعادت انسان، یکی از نشانه های خوشبختی انسان تعقیب کردن درس های قرآن و درس های حدیث است. الله کریم همه ما و شما را توفیق عمل نصیب بفرماید.